سلام بیننده عزیز، آخرین تحولات تاجیکستان و جهان در برنامه اخباری آزادی. من مومین احمدی هستم. امروز 18 اکتبر است. نگاه به چند گزارشی برنامه. در نشست بین المللی در دوشنبه، افغانستان همچون پایگاه سازمان‌های تروریستی تهدیدی جدی برای تاجیکستان و منطقه دانسته شد. افغانستان با شرایطی که امروز دارد یکی از منطقه‌های امن برای حضور گروه‌های افراطی و تروریستی بین المللی است. تحقیق رادیو آزادی معلوم کرده است که تابستان امسال ضمن عملیات مقامات انتظامی در ولایت مختار کوهستان بدخشان 34 نفر کشته شده است. پس از رسانه‌ای شدن نام دو تاجیک در حادثه حمله به تمرینگاه نظامی بلگراد روسیه، فشار بالای مهاجران بیشتر گشته است. بکر در راه نگردن و احتیاط کنند و پرووکاسیای خود روس‌ها یا که پلیس داده نشوند. امامعلی رحمان روز 18 اکتبر در همایش بین المللی در دوشنبه گفت سازمان‌های تروریستی در افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی خطری جدی دارند. او گفت تاجیکستان به خاطر جلوگیری از خطر در مرز با افغانستان ده‌ها پایگاه مرزبانی بنیاد کرده است و هنوز به پایگاه‌های بیشتر برای حفظ مرز نیاز دارد. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر خط مرزی دشوار نظارت دارد. همکارم براد یوسفی و مولا رجب یوسفی در این نشست شرکت کردند و این گزارش را آماده نمودند. نمایندگان ده‌ها کشور و سازمان‌های بین المللی در دوشنبه موضوع مبارزه با تروریسم و تحکیم امنیت در مرزها را بحث کردند. این همایش زیر چتر سازمان ملل متحد برگزار شد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و میزبان این همایش پیش از همه خطرهایی را ذکر کرد که از افغانستان به منطقه و جهان تهدید می‌کنند. در شرایط کنونی انتقال جنگجویان تروریست از نواحی جنگ زده خاورمیانه به منطقه‌های دیگر و در این زمینه تقویت یافتن موقع سازمان‌های تروریستی بین المللی در افغانستان برای دولت‌های آسیای مرکزی خطر جدی را به میان آورده است. موضوع صحبت اکثر شرکت کنندگان تهدیدها از افغانستان بعد به قدرت رسیدن گروه طالبان بود. حمله وحشتناک تروریستی به سفارت روسیه در کابل در 5 سپتامبر همین سال دلیل جدی مهم بودن متحدشوی در مبارزه با تروریسم از جمله در آسیای مرکزی می باشد. شما را باور کردن می خواهم که کشورهای آسیای مرکزی می توانند با اطمینان به کمک و پشتیبانی فدراسیون روسیه امید بندند. این در حالی است که روسیه تلاش دارد با طالبان روابط خوب داشته باشد، اما نمایندگان خود طالبان اینجا نبودند تا به نگرانی ها پاسخ دهند. آنها بارها گفتند که اجازه نمیدهند خاک افغانستان برای حمله به همسایه ها استفاده شود، اما حضور تروریستان داعش و القاعده در این کشور اثبات شده است. به صورت طبیعی افغانستان با شرایطی که امروز دارد یکی از منطقه‌های امن برای حضور گروه‌های افراطی و تروریستی بین المللی است. ما علی‌رغم ادعاهای رهبری طالبان برای راه ندادن به حضور و نفوذ تروریست‌ها به کشورهای همسایه طی بیش از یک سال گذشته شاهد آن نبودیم که حتی یک نفر تروریست را به کشور استرداد کرده باشند، برگردانده باشند. قرار است فردا در پایان همایش بین المللی مقاومت با تروریسم و تحکیم امنیت در مرزها اعلامیه دوشنبه قبول کرده شود. شرکتداران همایش دوشنبه به این نظر توافق داشتند که تروریسم به همه کشورهای جهان خطر دارد و باید مبارزه با آن تقویت داده شود، اما از اصول مشخص مبارزه نام نمی بردند، بجز این که باید از استفاده فناوری‌های نوین از سوی تروریستان پیشگیری کرده شود. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی، دوشنبه. گزارش بود از نشست بین المللی بخشیده به مقابله با تروریسم در دوشنبه. ضمناً در جمع آمد امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان همچنین گفت
مشاهده میکنیم که تروریستان و افراطگرایان از اینستیتوت گریزه خوب استفاده کرده از باوری کشورهای بیشتر مترقی سوء استفاده می نمایند. بعضی از سازمانهای حامی حقوق بشر مقامات تاجیکستان را تنقید می کنند که با بهانه مبارزه با افراطگرایی آزادی ها را در کشور محدود کردند. مقامات این را رد می کنند. رادیو آزادی امروز طرح ویژه‌ای را با زبان‌های تاجیکی و روسی در سامانه‌اش نشر کرد که درباره بیش از 30 کشته شده در حادثه‌های بدخشان قصه می‌کند. این افراد در ماه می و در حالت‌های گوناگون جان باختند، ولی نظر مقامات و نزدیکانشان درباره آنها یکسان نیست. همکار ما در سامانه رادیو آزادی کیومرث عطا اینجاست و از او می‌پرسیم که چرا کیومرث طرح امروز نشر شد؟ سلام و سپاس عبدالمؤمن. چرا امروز؟ چون از حادثه های مرگبار در ولایت مختار کوهستان بدخشان به خصوص از آغاز عملیات به گفته مقامات ضد تروریستی در ناحیه روشان 5 ماه گذشت. رادیو آزادی البته نام کشته شده ها و داستان زندگی آنها را هنوز ماه ایول و آگوست امسال آماده کرده بود، اما به سبب آنکه آن را در یک صحیفه ویژه گرد بیاوریم واقعا بیش از 2 ماه صرف شد. حالا طرح دسترسی همه هست و ما منتظر واکنش ها، معلومات اضافی یا معلومات علاوه‌ای و یا عکس و نوارها از طرف ساکنان و کاربران هستیم. کیومرث، شاید بسیاری ها پرسند که چرا به این موضوع امروز توجه شد؟ ما این موضوع رو وقتی به تحقیق گرفتیم که عبدالمؤمن مقامات درباره 16 کشته شده در روشان صحبت داشتند و آمار گفته آنها البته با رقم هایی که مردم محلی آشکار و نهان در شبکه‌های اجتماعی در اینترنت میگذاشتند دست کم 2 برابر کمتر بود. ما به این خاطر به این موضوع توجه کردیم تا حقیقت افشا شود. دادستانی کلی تاجیکستان تنها 7 اکتبر یعنی همگی چند روز پیشتر اعلام کرد که در جریان عملیات 29 کس را نابود کردند. به هر حال خبرنگاران ما با مدد کاربران با مدد ساکنان محلی تا این دم نام 34 کشته شده را یافتند و عکس و داستان زندگی آنها را گرد آوردند، در حالی که مقامات گفته بودند آنها عضو گروه‌های جنایی هستند. نزدیکانشان البته به ذکر نام و از ترس آنکه مبادا زیر تعقیب و فشار نمانند گفتند که آنها افراد مسلح نبودند، بلکه یک کارگر، یک مهاجر، یک ورزشکار عادی بودند و تنها برای حمایت خود و نزدیکانشان به کوچه ها برآمده بودند. ما البته نظر جانب ها و به خصوص نقل نزدیکان آنها را آوردیم. بگذار خواننده قضاوت بکند که حق با کیست در این مورد. کیومرث، می شود درباره طرح بیشتر بگویید که در آنجا چی ها را جای داده؟ عبدالمؤمن، این یک صحیفه ویژه است، یک میکرو سایت است، از یک مطلبی اساسی عبارت است و خلاصه آنچه را که در بدخشان گذشت در بر میگیرد. در آنجا به سوال حادثه از چی آغاز یافت، چگونه آغاز یافت و این افراد کی بودند و چی کار میکردند پاسخ گفته شده است. در این صحیفه همچنین جدول سن سالی کشته شده ها هست که بنابر این جدول آنها از 25 تا 50 ساله هستند و اکثرا از ناحیه روشان ولایت بدخشان. در طرح خریطه را هم خواهید دید که در آنجا ناحیه روشان و شهر خاروق اشاره شده است. این به این معنی است که چند نفر از زادگان این دو منطقه کی و در چه شرایطی کشته شدند و یا نزدیکانشان جسد آنها را کی به دست خود گرفتند. در پایان رویخط پوره یا که رویخط کامل قربانیان هم هست که با کلیک کردن یا پخش کردن روی هر کدامی از آنها با معلومات کوتاه درباره‌شان مردم آشنا می شوند. البته در اینجا باید بگویم که ما دعوا نداریم که طرح پوره است، کامل است، چون خودتان میدانید که مردم این شب و روز از صحبت کردن میترسند و بنابراین شاید بسیار ناگفته های مانده است. بنابراین به مردم امکان دادیم، به کاربران امکان دادیم که به ذکر نام معلومات خود را به واسطه تلفن یا که ایمیل به ما بفرستند تا این طرح پوره تر شود. تشکر کیومرث. پس از آنکه نام 2 مهاجر تاجیک در رابطه با حمله در تمرینگاه نظامی بلگوراد روسیه رسانه شد، مهاجران میگویند
تفتیش و فشار بالای آنها بیشتر شده است. همکارم زرنگیز نوروزشاه با مهاجران و تحلیلگران در این باره صحبت کرده است. برخی از مهاجران تاجیک در روسیه میگویند پس از حمله به تمرینگاه در بلگراد شهروندان تاجیکستان زیر ضربین مقامات روس قرار گرفتند. در حمله روز 15 اکتبر که 11 نفر کشته و 15 نفر زخمی شد، نام دو شهروند تاجیکستان همچون حمله‌گر رسانه‌ای گشت. حامیان حقوق حدس میزنند که بعد این ممکن است وضع مهاجران تاجیک بدتر شود. در برخی از کارخانه‌ها الکی کارفرمایان مهاجران را آگاه کردند که سندهایشان را درست کنند و به زیاد شدن تفتیش‌ها آماده باشند. مهاجران میگویند از روز 12 اکتبر تفتیش مهاجران در روسیه افزایش یافته بود. اما عزیز، یک مهاجر تاجیک، گفت در 2 روز اخیر سنجش‌ها سخت‌تر شده است. من 2 روز که میرم دارم 2 روز تومان دارم میخوام پرایر که میکنم اما تومان قریب نیم ساعت من میکنم تا بس زنم میبره بعد جواب نیستم. برخی از حامیان حقوق در شبکه‌های اجتماعی از مهاجران دعوت کردند که در این شب و روز احتیاطکار باشند. خبری که ما از بلگراد شنیدیم که شهروندان تاجیکستان در اینجا چند شهروند روسی رو به هلاکت رسوندن. نامعلوم که در کدام اساس شده است، ولی در اینجا حادثه ها تخمین ها زیادن. یکی از اون تخمین ها که شاید که آنها بین خود جنگ کردن، یعنی که مست بودن و این تاجیکان در قطار آنها پراندن و شاید که بعد فکر کردن که چخیل از آب خشک براین و این تاجیکان رو گفتی روزها کرای می‌کردن. به هر حال به شهروندان تاجیکستان ما الکی در صفحه‌های اینترنتی هم مراجعت کردیم که بکار در راه نگردن و احتیاط کنن و با پرووکاسیای خودی روس‌ها یا که پلیس داده نشوند، چون که بازی غضب روس‌ها خیلی زیاد است نسبت به شهروندان تاجیکستان. بنا به گزارش‌ها یکی از کشته شده‌ها در حادثه بلگراد مهاجر عادی تاجیک بود که شهروندی روسیه را نداشت و نباید به صف ارتش دعوت می‌شد. اما حامیان حقوق و سازمان‌های مهاجران می‌گویند حالا مهاجران کشورهای آسیای مرکزی را از راه فریب به ارتش جلب می‌کنند. تبلیغ و پیشنهادها برای سفربری به ارتش مخصوصا در مرکز مهاجرت سخر و محل جمع‌شوی مهاجران زیاد شده است. در اونجا با اونها حجت میتیان که امضا کنن. شهروندان ما که روسیه رو خوب نمیدونن تمام حجتایی که پیشنهاد میکنن برای امضا ناخوانده امضا میکنن. چندین نفر مراجعت کردن. یک نفر مراجعت کردگی بود. دیروز الکی معلوم شد که او رو دعوت کردن در کدوم کابینتی که او رو بسیار با خوبی با گپ زدن، پیشنهاد شهروندی کردن، پول زیاد پیشنهاد کردن، ولی او گفت که من شهروندی خارجی هستم و در وطنم برای این من رو به جوابگری میکشن، من نمیخوام. با گفته حامیان حقوق شکایت‌ها از سوی مهاجران زندانی هم به خصوص آنهایی که در روسیه شرطاً ادای جزا میکنند کم نیست. در ضمن بنا به برخی گزارش‌ها یکی از 2 نفری که نامش همچون حمله‌گر در حادثه بلگراد رسانه‌ای شده است تا رفتن به ارتش در زندان ولایت بریانسک بوده است. از او مهراب رحمانوف نام میبرند و میگویند زاده تاجیکستان است. وی از زندان به پیوندانش شکایت کرده بوده است که میخواهند او را مجبوراً به جنگ اوکراین برند. جوان طریق ایما به من زنگ زد. گفت برادری او در برянسک با ماده 228 کودکس جنایی ادای جزا میکرد و او را لطوکوب کرده تهدید نمودند تا در قرارداد امضا گذارد. برادرش گفته است امضا میکند و در راه به اوکراین میگریزد. آخرین زنگ او 30 سپتامبر بود. 15 اکتبر به برادری او زنگ زده خبر دادند که مهراب کشته شد. آنها گفتند او تروریست بود. مقامات روسیه میگویند که در این کشور 2 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی میکنند. تاجیکستان آمار مهاجران را 600,000 میداند. حامیان حقوق میگویند فشار بالای مهاجران پس از رسانه‌ای شدن نام آنها در جنایت‌های پرسر و صدا معمول شده است. اما برخی از کارشناسان بر این نظرند که روسیه درگیر جنگ با اوکراین است و احتمال به حادثه بلگراد تمرکز زیاد نکند. اتحادیه اروپا روز 17 اکتبر اعلام کرد که به ضد یک قطار منصبداران ایران برای نقض حقوق بشر تحریم جاری کرد. بر روی خط تحریم شده ها 11 شخص واقعی و 4 شرکت ایرانی داخل شده است. آنها به سرکوب اشتراکداران اعتراضهای ایران عیبدار می شوند. خبر و گزارشی بیشتر با عکس و ویدیو را شما در سامانه رادیو آزادی و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام و توییتر پیدا کنید. خدا نگهدار شما.